بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا، الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. نمیدونم چجوری از شما تشکر بکنم از این بابت که الان این همه تلویزیون برنامه داره تو شبکه‌های مختلف، ولی انتخاب شما شبکه قرآن و معارف سیماست و برنامه یاد خدا. زبان قاصره از این بابت، از بابت تشکر از شما. امیدوارم فقط حالا که وقت گذاشتین دارین برنامه ما رو تماشا میکنین اینجا به شما خوش بگذره، برنامه براتون مفید باشه، به چشمتون بیاد، به دلتون بنشینه. احتمال خیلی زیاد میدم این اتفاق بیفته، چون حاج آقای موسوی مطلق اینجان و بحث ما پیرامون موضوع خیلی خیلی مهمه عفاف ادامه پیدا خواهد کرد در این روز چهارشنبه به یاری خدا و تفضل 40 ستاره فروزان آسمان ولایت که از نوادگان حضرت جوادالائمه و امام هادی علیهم السلام هستند و چند قدم اون طرفتر که ذریعه مطهر امامزاده موسی مبرقه هست. انشاءالله که لطفشون شامل حال ما بوده، از این به بعد هم بیشتر باشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی خوشحالم که بازم محضر استاد عزیزم حاج آقای موسوی مطلق هستم و میتونیم بحث عفاف رو در محضر شما ادامه بدیم. آقا سلام علیکم. خیلی خوش. سلام علیکم و رحمت الله. خوش باشید. مخلص انشالله. خب برنامه یاد خداست. طبیعتاً عرض ادب ما خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند این گونه خواهد بود که سلام و خدا بر همه شما عزیزان و بینندگانی که یاد خدا هست. سلامت باشین، قربون شما، محبت داریم. ما خدمت شما هستیم و خوشحالیم از این بابت. خب این سومین برنامه هستش که ما پیرامون عفاف از شما میشنویم و به نظرم همچنان در آینه روایات به یه بازنگری در واقع شاید روایاتی هستش که مربوط به عفاف هست و اون داستانهای زیبایی که شما میفرمایید پیرامون این موضوع، که ما داستانهای فراوانی هم داریم که همونجور که فرمودید جلسه گذشته که زبان قرآن هم زبان داستانه و منتها داستانهای قرآن و اهل بیت برای بیدار شدن ماست، برخلاف داستانهایی که ما به هم میگه فرمودیم میگیم برای خوابیدن. استفاده میکنیم. سلامت باشید. بله، داشتیم که در این برنامه در واقع روایات رو بازخوانی میکردیم با هم دیگر. اولین روایتی هم که امروز خدمت استالی و بینندگان از ارجمند عرض می‌داریم بیان نورانی وجود مقدس امیرالمؤمنین است که در دل این روایت چندین نکته نهفته شده است. یکیش اینه که همه ما واقعا آرزو داریم و دوست داریم بدانیم که ما الان یار امام زمان هستیم یا بار امام زمان. احسن. واقعا نمیدونیم واقعا هستیم یا نیستیم. از اون طرف میل نداریم باطنا بگیم نیستیم، چون دوست داریم باشیم. آره باشیم، زمین ساز. آره نیت خوب داشته باشیم، خودمون رو از این قطار خارج نکنیم. امیرالمومنین در این روایت که در نهج البلاغه شریف است به ما میگه میخواید یاری بکنید چجوری ما رو یاری بکنید؟ خیلی صریح شفاف بیان. خیلی خوب. حضرت میفرماد که الا و ان لکل معموم امام. میگه بدونید که هر پیروی یه پیشوایی داره، یعنی هر معمومی یه امامی داره که به او اقتدا و از نور دانشش هم استفاده میکنه. بالاخره اونی که جلو میفته چراغی دستش هست یا خودش چراغ است، همه باید دنبال روی او باشه، گریزی هم نیست. بعد میگه خب منم که پیشوای شما هستم دیگه، میخواید بدونید من چه جوری هستم؟ میگه بدانید که امامکم، بدانید که امام شما از این دنیا 2 جامعه کهنه و فرسوده، 2 تیکه نونم باش استفاده میکنم و تغذیه من هست. با اینکه امیرالمومنین از ثروتمندترین افراد عصر خودشون، حضرت باغ‌های زیادی رو آباد کرده، چاهای زیادی که هنوزم بئرهای علی بن ابی طالب است، عزیزانی که حج مشرف میشن. منتها امیرالمومنین خب آدم وقتی این رو میشنوه میگه اگه قرار بشه ما اینطور بریم ما نمیتونیم با 2 جامعه کهنه 2 مثلا قطع نان نمیتونیم. حضرت زود فهمیدن این مطلب رو
در عمق تاریخم فرمودن که الا و انکم لا تقدرون علی ذلک. منم اینو میدونم که شما نمیتونید اینطوری باشید، پس ول کنید. من میخواستم فقط به شما بگم که منی که امامتون هستم این چنینم، شما چیکار بکنید؟ فرمود ولکن اعینونی، اعانت. ولی شما اگر میخواید من یاری بکنید، من امام شما رو که الان پیشوای شما هستم، پشت سر من بید در جنگ ها، در همه کار، ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد. ورع، اجتهاد، عفت، سداد. اگه میخواید من رو یاری بکنید این 4 تا کار رو باید شما انجام بدید. الان اگر ما میخوایم امام زمان رو یاری بکنیم، یک راهش این است که ما ورع داشته باشیم. یعنی چی؟ ورع یک مرتبه نازله و خاص از تقواست. یعنی یه جایی که خیلی شاید ذهن هم نره، ولی انسان باید خیلی دقت، خیلی پیشرفته و تخصصی تقواست. یعنی عاشقانه است. ما رفتارهای انسان عاشق رو ببین کاملا متفاوته. آره. دیگران خیلی عادی برخورد میکنن، ولی عاشق حواسش هست. آره. یه چیزای حواسش هست که دیگران حواسشون نیست. از چیزای حواسش پرته که دیگران همه حواسشون به اونجاست. هر که غمت را خرید اشرت عالم فرو. آره. با خبران غمت بی خبر از عالم. بی خبران غمش هم اتفاقا با خبر از تمام عالم هستن، همه چیز رو خبر دارن چی به چی هست. ورع این چنین. من یه 2 نمونه عرض بکنم از ریزکاری ها. یه وقتی یکی از این پاسدارای بیت حضرت امام پیش حضرت امام نشسته بود، از این کسانی که خدمت حضرت امام، تو خاطراتشون هست، میگه من به امام گفتم که این فلان کارگره، یکی از خدمتکارهای در خیلی آدم خوبی، سر وقت میاد، منظم، تمیز. شروع کردم تعریف کردم. امام فرمود غیبت نکن. گفتم کلمه دست شما علما. من که غیبت نکردم، دارم میگم منظم، تمیز، آدم خوبیه. گفت نه، تو غیر مستقیم داری غیبت او کارگر دیگر رو انجام. اون یکی که اینجوری نیست، یعنی داری یه چیزی میگی که اون نیست. نکنید بعضی مواقع اینی که میبینی گاهی قیامت پرونده افراد اینقدر یه سری کارا میگه آقا من اصلا غیبت نکردم، من فلان عمل منافی عفت رو انجام ندادم. آره میگم نه، باور کنید که من همیشه میگم در جلسات که گاهی انسان با نفس غیبت میکنه. بله. با میگه آقا نظر راجع فلانی چی میگه، چه عرض کنم، خیلی خوبه، آدم خوبیه. آقا بگو آدم بدی، آدم پدر سوخته است، تمام شد. طرف میبینه جرمش پدر سوختگی است، جرمش دزدی است، اما این نفسی که تو کشیدی، این هی که تو گفتی، باز گذاشتی پرونده، مجموعی از صفات رذیله رو ابرو میندازه با دست. چه عرض کنی، این همش غیبت. بگذاریم ولش کن. بله. اما انسان‌های هوشیار و عاقل، اونایی که میخواد امامشون رو یاری کنن، خیلی حواسشون جمعه، یعنی چی بگن چی نگن، چون تمام توجه به خداست. او الان داره میبینه، بصیره. چقدر آبروها ریخته شده سر همین این که ما علم به چیزی نداشتیم، افراد رو قضاوت کردیم، افراد رو آوردیم در مرسه نقد و بررسی قرار دادیم، خیلی فراوان. یا مثلا نمونه دیگری که عرض بکنم، بزرگواری بودن در همین تهران، مرحوم حاج سید جلال هراتی، از افراد صاحب نفس، روشن ضمیر، پیر غلام اهل بیت. آره خب ما گاهی محضر ایشون هم میرسیدیم و واقعا استفاده ها کردیم. گاهی میگن المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا میبینه. خب از این نگارهای به مکتب نرفته خیلی ما استفاده کردیم، چون اینا یه حرف از عشق رو یاد گرفتن، رفتن هم تا ته کار. ایشون بسیار آدم دقیقی بود، خیلی ما دقایق و لطایفی ازش دید. آزاده ایشون میگفت که وقتی مشهد رفته بودیم، هوا سرد، برف، سوز سرما، نصف شب از حرم اومدیم بیرون، هیچ ماشین هم نیست، دور همین فلک آب که حالا دیگه چسبیده به حرم شد.
گفت اونجا ایستاده بودیم، بالا ماشین هم نیست، یه ماشین آمد، ما هم خیلی خوشحال شدیم، هم آجا اینجا از همین که زودتر بریم، سرد دیگه، سوز سرما. گفتن که نه ماشین بعدی. گفتیم وای بابا و الان این ماشین اومده خودش هم ایستاده. شون گفت نه. موندیم، حالا دقایق بعد یه ماشین اومد سوار شد. ما گفتیم حالا بنده خدا مثلا ماشینش مشکلی داشت، اون آدم چی بود، چرا مثلا اینا؟ گفت خرد بینانند در عالم بسی، واقفند از کار و بار هر کسی. میدونم. گذشت یه روز داشت تعریف میکرد، پرده زد کنار که اون شب دیدی که سوار اون ماشین نشدیم. چرا؟ چون یک خانومی پیاده شد بوار میدان، این دیده بود. آره و آمد و کراهت داره. آره بشینی سر جای کسی که مثلا یک نامحرم بوده بلافاصله شما بخوای بشینی. اینقدر دقت، اینقدر ظرافت. شما در همین قرآن شریف که در محضرش هستیم و اینجا هم شبکه قرآن هست، ببینید حضرت موسی علیه السلام وقتی که از مصر خارج شد بعد از کشتن اون به اصطلاح شخص، حضرت موسی علیه السلام خائف خارج شد از مصر، راه رفت و آمد و خسته و کوفته و ممکنه مأمورا به دنبالش بیان. از همون قصه های قرآن رسید به جایی که یکم استراحت بکنه. اونجا محل چشمه‌ای بود که می آوردن گوسفنداشون آب میدادند و چوپان آب و اینا میرفتن به سمت رست. همینطوری که داشت تماشا میکرد، خسته هم دراز کشیده بود، دیگه چند تا دختر اونجا موندن. اینا خیلی آدمای با حیایی هست، آیونم مراعات نمی کنن که اینا دختران زودتر کارشون را بندازن. یک فرهنگ خوبی که ما ایرانی ها داریم همینه. شما بینید تو اتوبوس، جای ماشین، متروی، خانم ایستاده زود آقای بلند میشه که خانم بیاد. بله خیلی احترامی که بله اصلا یک جایگاهی داره و این جایگاه باید ادبی که آدم. واقعا چند روز پیش اونوایی بودم دیدم که خب قدیم اینطوری بود که مثلا میگفتن صف خانم‌ها خلوته، خانمه بره. الان میگن نه، کی زود اومده میخوان عدالت رو رعایت بکنن. میگن نه آقایون زودتر اومدن، شما مثلا چند تا، در حالی که اصلا عدالت این نیست که ما داریم. نه همون شیوه قدیم عدالت بود که خانم اومد اکرامش لازمه، با زودتر بره، بچه داره، زندگی داره، اصلا وجودش اینجا آره نباید اذیت بشه. چرا؟ خب وقتی زن توی مکتب باش میگن ریحانه، خب یه لطافتی داره دیگه. اینا خیال میگن که الان این خانم اومده 4 تا آقا زودتر اومده، این عدالته، وایسیم تا اینا پشت سر هم رد بشن. خب حضرت موسی داره میبینه که اینا هم که عقل و شعورشون نمیرسه. آره رفت و کمک کرد. آورید کنار ببینم بیایید تو. اونا آب از چادر آوردن میریختن روی این جویها و گوسفندای اونا آب خوردن و رفت. وقتی رسیدن بابای دخترها گفت که امروز زودتر رسیدید، پدر پیرمردی داشت. و معلوم بود که هر روز بیچاره‌ها میموندن تا آقایون برن، بعد خانم‌ها بعد بیان، مثل مجالس ما که واقعا غذا بدن. حالا الان تصاوی برقرار شده تو سالن‌ها و تالارها و اینا همزمان شروع میکنن. این سابقی تو نه، اول آقایون بعدش خانم‌ها، در حالی که اصلا عقل اول اونا، یا به طور مساوی شروع کنن تقسیم. فاصله بگیر برگردیم. بیایم به نکته دوم رو که ببینیم چه باید بکنیم. بفهمید هاش. خب خیلی ممنونم که هنوز دارید برنامه خودتون رو تماشا میکنید. داستان خیلی خیلی جذاب و تأمل برانگیزی رو شروع کردن. داستان قرآنی هم هست که از حضرت موسی علیه السلام دارن میفرمایند رسید ماجرا به اونجایی که کمک کردن به دختر خانم ها و آب رو زودتر بردن. پدرش مسئول بردن امروز زودتر آب آوردین. ماجرا چیه؟ گفتن که امروز یه جوانمردی به ما کمک و آب در آورد و ما هم زودتر راه افتادیم. خب چی بود؟ ظاهرا غریبه بود. گفت برید سراغش، شاید همونجا باشه، اکرامش کنید بیاد. آمدن دختر دیدم بله، بعد از اون کار رفته دوباره زیر درخت استراحت کرده و دراز شد. گفتن که پدر ما شیخ کبیری است و پیرمردی، گفته شما بیاید.
گفتن خب باشه. دعوت رو لبیک گفت. ایشون خسته و گرسنه و تازه رسیده راه رفت. وقتی خواستن حرکت کنن حضرت موسی علیه السلام گفت شما عقب بایست، من جلو میرم، شما مسیر رو راهنما بزنید. مثلا به من یه اشاره کنید سنگ بندازید که مثلا الان به چپ الان به راست. این اوج رو اصلا چیز عجیب. چه رعایت عجیب. اینا هم رسیدن اونجا و این رو برای پدر گفتن. ببخشید همین جاهایی که داریم میگین هر یه جملهش کلی کلاس اینا بزنگاه هاستی باید. ببین حالا از جاهای مختلفی هم این که یک کسی مثل نبی خدا هم ترسان از این که مبادا اگر اینها رعایت نکنه من دچار گناه بشم. درسته؟ اشتباه میگم؟ نه. اصلا درس آموز تمام رفتارهاش. دیگه چه برسه به ماها. بابا خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، از تاج‌های شوشتری رو. ایشون این جمله رو من از بچگی بارها ازش شنیدم. میگفت شیطان، حالا همه وسط داستان اینم عرض بکنیم، اینقدر در خودش قدرت دیده میرفته به جنگ انبیا، به جنگ اولیا، به جنگ ائمه. این که کسی خیال کنه مسون شده با 2 تا نماز و 2 تا انفاق و 4 تا زیارت و اصلا این چنین نیست. او دشمن قسم خورده ماست. فبعزتک لاغوینهم اجمعین. چقدر تاکید تو این آیات به کار رفته شده. دست بردار نیست تا خون ما رو نریزه، مونده رو حرفشم. بعد مثال میزدن، میگفتن شبی که پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو امیرالمومنین داشت غسل میداد، ندایی رو امیرالمومنین شنید که یا علی بدن پیامبر طیب و طاهر است، چرا داری غسلش میدی؟ خب چقدر حرف قشنگی است. واقعا هم می‌ذاریست. امیر رو این فرمود ای ملعون میشناسم تو ابلیسی. درسته بدن پیامبر طیب و طاهر است، ولی من مأمور به اون چم که خدا گفته و پیغمبر خودش فرموده باید این کار رو بکنی. ببینید چقدر در خودش یارو قدرت دیده، یعنی ابلیس که اومده سراغ با امیرالمومنین. حالا من و امثال من یه طوری برخورد کنیم خدا مسئول از نه، واقعا این چنین نیست. حضرت موسی خائف دیگه. حالا ضمن که درس آموزی هم داره، همه اینها هم هست. موسی کلیم الله است، موسی است که خدا فرمود در حق هیچ کس خدا اینطوری نفرموده واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم درست کردم. نفرمود و خلقتک لنفسی. این حضرت موسی است. اما میگه شما جلوتر، من جلوترم، شما از پشت سنگ بندازید، چون کراهت هم داره پشت سر زن راه رفتن. یعنی نمیفرمایند که شما به من بگین از سمت راست، من میگن سنگ بندازین. آره اینطوری من یعنی صدای کارم نشدم. افت رو داره، اوج افت. عجیبه. آره. حالا رسیدن از قضا این پدر پیر خسته وقتی گزارش رو از دخترها دریافت کرد، او فهمید که این انسان عادی نیست. چرا؟ چون خودش هم انسان عادی از جنس هم آدم. جناب شعیب بود. حافظ چقدر قشنگ گفته شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. آره. حالا رسید اونجا یکی ببینم که حضرت شعیبه. بعد اون قصه ازدواج افت به خرج داد، شد داماد حضرت شعیب، داماد پیغمبر خدا شد، شاگرد او شد. بعد چه مالی رو به دست آورد، چقدر قدرت اونجا اخذ کرد که بعد رفت. همه اینا از در اثر ملاقات با شعیب بود. ملاقات شعیب هم در اثر اون افتی بود که به خرج. انسان وقتی افت به خرج میده ابواب رحمت الهی درش باز میشه. نمونه های فراوان داریم که حالا جلسه قبل یه نمونهش رو مثلا شهید برونسی و ایشون رو و حالا دیگران رو هم عرض خواهیم کرد. برگردیم به اصل روایت که امیرالمومنین فرمود میخواید منو یاری بکنید به ورع و اجتهاد. ورع به همین معنای تقوای خاص. اجتهاد یعنی اهل کوشش و تلاش بودن. تنبلی رو دوست نداره. میخوایم یاری بکنیم باید اهل کوشش باشی. عفتن و سداد. گفتم که معلوم شد سدادم یعنی محکم کاری. میخواستم بگم اگه احساس میکنیم که این واژه ها هر کدوم بیشتر جای کار داریم، میتونیم نگه داریم ادامه روایت و عفت و سداد و اینا رو برای
جلسه بعد. نه وقت برنامه چون تموم. بعضی از واژه ها در روایات دیگر هم تکرار خواهد میشه، یعنی انشالله در خیلی خوب، خیلی اما روایت همین بود که همین که فرمودید. کردیم میخوایم امام چهار تا رو یه بار زمان دیگه بکنیم. امام زمان میخواد بیاری. عیونی به ورع و ورع. اجتهاد و عفتن و سداد، صداد رو فرمودین؟ یعنی محکم کاری، درست کار کردن. آها، کار رو محکم کاری که میخوای انجام بدی درست انجام بدی. همه کار نگی کاری نکنی یا میکنی محکم تا آخرش. آقا خیلی ممنونم. سلامت باشی. خیلی مثل همیشه حظ بردیم. عوامل ندارین؟ سلامت باشی. زنده باشید، محبت دارید. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد به شرط توفیق حیات چهارشنبه هفته آینده. مراقب خودتون و خوبیاتون باشین. التماس دعا یا حق. خداحافظ.